سلام دوستان، امروز با هم میریم یه شیرینی ساده و در عین حال خوشمزه رو آماده کنیم که نیازی به پخت نداره. میتونین در کنار نوشیدنی های سرد و داغ نوش جان کنین. بین 12 تا 15 عدد خرما رو بعد از اینکه کاملا شستین پوستشون رو بگیرین. همینطور هسته اونو درش بیارین و اونو با وسیله مثلا خردکن، غذاساز، گوشت‌کوب برقی یا هر چیزی که دارین، حتی گوشت‌کوب دستی، به شکل پوره در بیارین. حدود 12 تا بیسکویت پوتیبو رو توی نایلون میریزم. همینطور مغز 4 تا گردو. بعد با وردنه اونا رو خوردشون میکنم، چون نمیخوام کاملا پودر بشه. برای این با وردنه این کارو میکنم. از گوشت‌کوب هم میتونین استفاده کنین، بکوبین روش یا ته لیوان و خوردشون کنین. گردو و بیسکویت رو به خرما اضافه میکنم. اگر گردوهای مقداری درشت هستن میتونین کمی با دست اونا رو خرد کنین. بین 3 الی 4 قاشق ارده به اون اضافه میکنم. به جای ارده میتونین از انواع شیره هم استفاده کنین. بعد به شکل خمیر درشون میارم. این خمیر باید حالت انسجام داشته باشه. یه مقدار کنجد رو توی ظرفی میریزم. به جای کنجد از پودر نارگیل هم میتونین استفاده کنین. بعد به اندازه 1 گردو از خمیر بر میدارم، توی دستم شکل میدم بهش. من اونا رو به شکل توپی در میارم و بعد توی کنجد میغلطونم تا کاملا آغشته به کنجد بشه. و بعد ببینین به همین راحتی شیرینیامون آماده میشه. دوستان عزیز، جاتون خالی و خدا نگهدارتون.